آقا سلام، این تیشرت تو ماشین بود الان عوض کردم. میگم چوب حاجی اون پشته. دیدم یه مسیج گرفتم، دیدم حاجی میگه من پشت خار مادر گذاشتم هرکی چوب من دست بزنه. رفتم جمع چوب خودم آوردم. چوب خودم این بهترین چوبه این. آره نمیدونم چی هست اصلا، شماره 7. الان یه عالمه چوبای دیگه گفتم 10 20 اوردر دادم داره میاد، با کیف و دستکش اینا بخرم دیگه، با خار مادر زندگی رو برام. بعد اینجام که میرم سر کار، من آخه میرم اون زمین بزرگه بازی میکنم همیشه، اون چمن دختر مختار میبرم، هم استوری نمیذارم. دخترم اونجا میشینن دی گوشی و منم ضربات مرگبار میزنم دیگه. اون لحظه که من میرم شروع میکنم اونجا به زدن، اتوبان پشتش میبندن انگار که بایدن آوردن. میگن چرا؟ میگن پسر قدیر داره ضربه‌های رگباری مرگباری میزنه، این توپ بگیره خواهر صاحب بچه رو میگاد. دخترام دوش منو میگیرن، دوشمون شونه میشه به شمالی. حال میکنم دیگه، اینو یاد میگیرم. خیال تخت داد. این گلف خارکسته از اینستاگرام سخت‌تر نیست برادر، هیچ چیز از این اینستاگرام سخت‌تر نبود تا به اینجا برسه. الانم دیگه بسته بشه به درک، همه منو میشناسن. اسم من محمد نیست که یادشون بره که آیسان که اسم دختره. نه بابا، آیسان اسلامی پسری بود شمالی، لهجه داشت. پروردگار همه چی رو به من داده که مردم منو یادشون بمونن. مشروب نمیخورم ولی آبو که میخورم. سلامتی جمع کس غارقم. هل هل ول وله. ای یادم رفت نزدم به سکانه تو زپرشکی بابا. سلامتی تو خار کسه باره والا. الان 2000 تا دایرکت. کثافت آب مقدسه. چرا جمع که کسه کیون بازی. آب مقدسه. خار مادر مردم رو گاییدن چیز کار خیلی خوبیه. حرفا چی برادر جان، ولش کن برادر. اینقدر این استوریای کس شر منو میگیرین تو این اکسپلور میذارین، اونا رو ولش بکنین. اینا رو بگیرین که من این دخترای خارجی که از بچگی پدر مادرشون خارج بودن فارسی بلد نیستن، اونا که نمیدونن من دارم چی میگم، 100% فک فامیلاشون میگن این پسر مثلا معروف شده. اینا رو بذارین توی ریلز که من اسم در بگین گلف #گلف فلان بگیره اینجا مثلا. Yes, beautiful day. چوب اول در میارم که این دختر مختار رو ببینن. ای خارکسته گیر کرد. این چوب بچه بگین به همه من خارکسته کلاس گلف میرم برادر. گاییدیم منو. گلف رو بگین تو رو جان قدیر. آمینه دار اینجا جانم. بیا اینجا رو نکن. اینجوری بگیرین. چوب گلف حال کن. بچه من رفتم کلاس گلف. گلف گلف. گلفوسکوف.